سلام. خب عزیزان، پیرو پست قبلی حالا من اونجا اشاره کردم در مورد اینکه چطوری روی سیستم عصبی تاثیر دارن عدسی غیر استاندارد، یا اینکه حتی این اگه استفاده نکردن چجوری روی سیستم عصبی تاثیر دارن. حالا لازم درست همین توضیح در این مورد بدم. به این عزیزان، نور، شبکه چشم شما نور رو دریافت میکنه، ولی اون سیستم عصبی و ذهن شما هست که تصاویر رو پردازش میکنه. و اگه افرادی که در طول روز زیاد رانندگی انجام میدن، اگه از یک عینک آفتابی با عدسی‌های استاندارد استفاده کنن، خودشون بعد از یک هفته متوجه این تغییر میشن که اون خستگی و کلافگی ازشون گرفته میشه. یا افرادی که زیاد از مانیتورها استفاده میکنن، اونها هم به خاطر همون نورهای آبی که داره روی سیستم عصبیشون تحمیل میشه، اونها هم همینطور. اگه از عدسی‌های بلو کنترل و عدسی‌های کانتی رفلکس های استاندارد دارن استفاده کنن، اونها هم خودشون بعد از یک مدتی متوجه این تغییر میشن که اون خستگی و کلافگی ازشون گرفته میشه. و این هم به خاطر همین هست، به خاطر اینکه سیستم عصبی و ذهن شما نور بیشتری رو داره دریافت میکنه و فشار بیشتری رو متحمل میشه. ممنونم. خداحافظ.